با عرض سلام و خسته نباشید. پاشایی هستم از مجموعه نویان سرما. همچنین که مشاهده میکنید بالا سر یک دستگاه یونیت سردخونه بالا صفری هستیم. تابلو برق سمت چپی مربوط به دستگاهیه که ما تعمیر کردیم. خب مشکلی که برای سردخونه ما پیش اومده بوده این بود که اکسپنشن والو ما پاور یا قسمت مکانیکیش به مشکل خورده بود. برند دامفوس TXO با گاز R22 و اینکه کپ میکرد، یعنی نمیذاش فشار بازی داشته باشه، فشار رو توی حدی نگه میداشت و به خاطر همین مسیر بسته میشد و دمای سردخونه ما پایین نمیومد. خب ما اکسپنشن نو رو نصب کردیم، اینم کارتونشه، اینم اکسپنشن دسته 2 کهنه است. حالا دما 4.5 و اینکه دمای تنظیمی ترموستات روی 3 درجه است، یعنی روی 3 درجه ترموستات